مسئله ریا و خودنمایی. ریاکاری، خودنمایی یا اینکه پیروی کورکورانه، بیگانه پرستی، این همه خصلت‌هایی هست که صاحبش را در دنیا و آخرت خار میکند. برای همین باید مسلمان آگاه باشد، نشود که این همه مهنت و زحمت و همه طاعت عبادت و تباه و بیهوده برود و هیچ اجری نداشته باشد. پروردگار آشکار و روشن میگوید: استعیذ بالله والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا. صدق الله العظیم. خداوند عزوجل در این آیه مبارکه می‌فرماید اونایی که ینفقون یعنی احسان و نیکی میکنن یا در مجموع در عموم عبادت میکنن به خاطر مردم، رئاء الناس، تا اینکه از روی ریا و مردم نمایی خود نشاندهی. پس میگوید که ولا یؤمنون بالله، اینایی که همیشه همه کارشون به خاطر مردم هست، اینا اصلا مسلمان نیستن. میگم اینا به پروردگار ایمان ندارن. چرا؟ به خاطری که مؤمن مسلمان تمام طاعت عبادت زندگیش به خاطر خداوند است. حتی همون خدمتچی دولتی یا اون دهقان یا تاجر یا صاحب کار، هر کسی که نباشد تمام مهنت و زحمتش رو باید به خاطر خداوند عزوجل انجام بدهد. ولی خدمتچی دولتی هم که صبحی است، ولی بگوید که بسم الله الرحمن الرحیم، پروردگار امروزم رو با برکت بگردان، من رو برای امتم، برای ملتم، دولتم، برای حکومتم، برای مسلمان ها، برای اسلام من رو مفید بگردان، مهنت زحمتم رو با برکت بگردان و در کارهای سیاسی و منصبداری و خدمتچی دولتی و در همه مهنت و زحمتم کامیاب و موفقم بگردان. یک انسانی، یک مسلمانی کامیاب از همه جهت، من رو یک مسلمانی کامیاب بگردان. همه لحظه و ساعت و ثانیه‌ای که اون روز چی در جای کار باشد، چی در سفر کاری باشد، چی هر جای دیگر باشد، اون روزش و اون حالت‌ها و ثانیه‌ها و ساعت‌هایش همش عبارت از عبادت می شود. حالا دهقانی که می رود کشتزارش صبح که خست بسم الله بگوید پروردگار امروزم را با برکت بگردان، یک رزق روزی حلالی با برکت برای خودم و اهل خانواده و فرزندانم نصیب روزی بگردان. و خود گفته ای که طلب کردن رزق حلال این عبادت است، پروردگار این عبادتم رو به درگاهت قبول بفرما. حالا چی در باغ باشد، چی در کشتزار باشد، چی در درو باشد، در هر جایی که نباشد، این همه لحظه هایش عبادت است و این همه اجر دارد. یا دکانداری که صبح میخیزد پروردگار یک رزق حلال با برکت، عزت، کامیابی، پروردگار به هیچ کسی ضرر نرسانم و هیچ ترازوی کسی رو به ترازو به نرخ و به هیچ کسی خیانت نکنم. یک تاجری، یک سوداگری عادلی با انصاف و یک رزق حلالی با برکت نصیب روزی هم بگردد. این همه در عبادت است. برای همین میگوید که کسی که به خاطر خودنمایی و مردم اگر کاری انجام بدهد، پس اون چی نیست، به خدا و
بر روز قیامت ایمان نیاورده است. لا یؤمنون ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. اونی که ریاکاری میکند، خودنمایی میکند، همه کارش از برای مردم است که مردم وصف و صفتم کنند، مردم تعریفم کنند، مردم بگویند که چیکار کردم. پس میگوید اینو به خدا و به روز قیامت ایمان ندارند، چرا که این همه عملهای انجام دادهشان، انجام میدادگیشان فقط به خاطر گفتن مردم است. برای اینا هیچ اجر و پاداش نیست، اگر چند که سر تا سر همه نیکی و مهنت و زحمت و یعنی احسان و خیر داشته باشد. مادامی که به خاطر مردم است، اون هیچ اجر ندارد. حتی فرد روز قیامت انسان‌های در روز قیامت دعوا میکنن که پروردگارو من چنین کردم، چنان کردم، ذکر میکنن. پروردگار میگوید برای کی کردی؟ برای کی کردی؟ برای هر کسی که کردی برو از همون بگیر. اونایی که برای من کردن من میدهم، اجرش، پاداشش، همه‌اش میدهم، قدر میکنم. اما تو برای هر کسی که کرده ای برو از همون بگیر.